ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. сураи нур яъне рӯшноӣ. ин сура аз 64 оят иборат аст ва дар Мадина нозил шудааст. аз Қуръони Карим ва тарҷумаи маънои он дар равиши тафсири муяссар ба забони тоҷикӣ гирифта шудааст. бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سوره است که آن را نازل کرده‌ایم و واجب ساخته‌ایم عمل کردن به احکام آن را و در آن آیات روشن فرستاده‌ایم. ای مؤمنان باشد که پند گیرید. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هر یکی از زن و مرد زناکار را 100 ضربه بزند و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارد باید که در حکم الله نسبت به آن دو رحمدل نگردد و باید که به هنگام شکنجه کردنشان گروه از مؤمنان حاضر باشند تا هوشیار شوند و پند گیرند. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را نمیگیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمیگیرد و این بر مؤمنان حرام شده است. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کسانی را که زنان پاک را به زنا متهم می کنند و 4 شاهد نمی آورند 80 دره بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردم فاسقند. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. غیر کسانی که بعد از آن توبه کنند و عملشان را اصلاح نمایند زیرا الله بخشنده و مهربان است. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین. و کسانی که زنان خود را به زنا متهم می کنند و شاهد جز خود ندارند باید که سوگند خورند به نام الله 4 بار همانا که او از راستگویان است.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. و بار پنجم بگوید که لعنت الله بر او باد اگر از دروغگویان باشد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. و اگر آن زن 4 بار به الله سوگند خورد که همانا آن مرد دروغ میگوید، جزا از او برداشته می شود. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. و بار پنجم بگوید که خشم الله بر او یعنی بر زن باد اگر مرد از راستگویان باشد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. چی می شد ای مؤمنان اگر فضل و رحمتی که الله بر شما ارزانی داشته است نمی بود، هر آینه نابود می شدید و هر آینه الله توبه پذیر و حکیم است. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کسانی که آن دروغ بزرگ را ساخته اند گروهی از شمایند، می پندارد که شما را در آن بدی بود بلکه خیر شما در آن بود. هر مرد از آنها به آن اندازه گناهی که کرده است به جزا رسد و از میان آنها آن که بیشترین این بهتان را به عهده دارد به عذاب بزرگ گرفتار خواهد شد. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدید مردان و زنان مؤمن به خود گمان نیک نکردند و نگفتند که این تهمت آشکار است. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا 4 شاهد بر دعوای خود نیاوردند؟ پس اگر شاهدان نیاوردند در نزد الله از زمره دروغگویانند. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اگر فضل و رحمت الله در دنیا و آخرت نمی بود به سزای آن سخنان که می گفتید شما را حتما عذاب بزرگ در می رسید. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. آنگاه که آن سخن باطل را از دهان یکدیگر می گرفتید و چیزی بر زبان می راندید که درباره آن هیچ نمی دانستید و می پنداشتید که کاری خرده است و حال آن که در نزد الله کاری بزرگی بود. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
چرا آنگاه که این سخن را شنیدید نگفتید ما را نشاید که آن را بازگوییم؟ پروردگارا تو پاکی، این تهمت بزرگی است در حق همسر محمد صلی الله علیه و سلم. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. الله تعالی شما را نهی می کند و پند می دهد که اگر از مؤمنان هستید باری دیگر گردی چنان کار مگردید. و یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم. و الله تعالی احکام آیات را برای شما بیان می کند و الله دانا است بر کردار شما و در تدبیر کار خلقش حکیم است. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. برای کسانی که دوست دارند درباره مؤمنان تهمت زنا پهن شود، هر آینه در دنیا جزای شرعی و در آخرت عذاب دردآور مهیاست. الله می‌داند حقیقت هر چیزی را که شما نمی‌دانید. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمی شد و اگر الله تعالی نسبت به شما مهر و محبت نمی داشت، بیان نمی کرد این احکام و موعظه ها را و تیزی می کرد در عذاب کردن آنهایی که امرهای او را مخالفت می کنند. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید پای به جای پای شیطان مگذارید و هر کی پای به جای پای شیطان گذارد بداند که او به فحشا و منکر یعنی کارهای بد فرمان می دهد و اگر فضل و رحمتی که الله بر شما ارزانی داشته است نمی بود هیچ یک از شما از گناه پاک نمی شد. لیکن هر آینه الله هر کس را که بخواهد پاکیزه می سازد و الله شنوای و داناست. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم. و باید که بزرگان و توانگران شما بر آن سوگند نخورند که چیزی به خویشاوندان و مسکینان و مهاجرانی در راه الله ندهند. باید ببخشند و گذشت بکنند. آیا نمی خواهید که شما را الله بیامرزد یعنی ببخشد؟ و الله هست آمرزنده مهربان. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هر آینه آنان که زنان پاک دامنی
بیخبر مؤمن را تهمت زنا میزنند. در دنیا و آخرت لعنت شدند و برایشان عذاب بزرگ است. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. روزی که زبانشان و دستهایشان و پایهایشان به زیانشان بر کارهایی که میکردند شهادت دهند. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. آن روز که الله جزایشان را به پررگی بدهد و بدانند که هر آینه الله تعالی بر حق و آشکار است. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. زنان ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک. آنها از آنچه درباره‌شان میگویند پاکند. آمرزش و رزق نیکو در جنت برای آنهاست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه غیر از خانه خود به آن که اجازت طلبیده و بر ساکنانش سلام کرده باشد داخل نشوید. این برای شما بهتر است باشد که پند گیرید. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. و اگر در خانه کسی را نیافتید داخل نشوید تا شما را رخصت دهند و اگر گویند باز گردید این برایتان پاکیزه تر است و الله به هر کاری که میکنید آگاه است. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بر شما گناه نیست اگر به خانه هایی که مسکن کسی نیست و در آنجا منفعت باشد داخل شوید، یعنی به مانند خانه هایی که برای مسافران در راه ها ساخته شده است یا خانه های وقف. هرچی را آشکار سازد یا پنهان دارد الله به آن آگاه است. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بگو ای پیامبر به مردان مؤمن که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود نگه دارند از زنا و رواته، این برایشان پاکیزه تر است. هر آینه الله به کارهایی که میکنند آگاه است. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. و به زنان مؤمن بگو که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود نگاه دارند از حرام و زینت‌های خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعهای یعنی روی مالهای خود را تا گریبان فرا گذارند و زینت‌های خود را آشکار نکنند جز برای شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر برادر خود یا پسر خواهر خود یا زنان همدین خود یا بندگان یعنی غلام و کنیزان خود یا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند یا کودکانی که از شرمگاه زنان بیخبرند و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده اند دانسته شود. ای مؤمنان همگان به درگاه الله توبه کنید باشد که رستگار گردید. و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. خانه‌دار کنانید غلام و کنیزان خود را که صالح و شایسته کار باشند اگر فقیر و بینوا باشند الله با کرم خود با دولت و توانگرشان خواهد ساخت که الله کشایش دهنده و داناست. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. آنان که به سبب کمبغلیشان قدرت خانه‌دار شوی را ندارند باید پاک دامنی پیشه کنند تا الله از کرم خویش توانگرشان گرداند و از بندگانتان آنان را که خواهان
باز خریدن خویشند اگر در آنها خیر یافتید باز خریدنشان را بپذیرید و از آن مال که الله به شما ارزانی داشته است به آنان بدهید و کنیزان خود را اگر خواهند که پرهیزگار باشند به خاطر ثروت دنیوی به زنا مجبور مکنید. هر کس که آنان را به زنا مجبور کند الله برای آن کنیزان که به مجبوری به آن کار وادار گشته‌اند آمرزنده و مهربان است. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. به تحقیق برای شما آیت‌های روشن و واضح و قصه و داستان‌های آنانی که پیش از شما بودند و نیز برای پرهیزگاران پند و نصیحت‌ها نازل کردیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او قرآن در دل مؤمن چون چراغدان است که در آن چراغ باشد. آن چراغ درون شیشه و آن شیشه چون ستاره درخشنده از روغن درختی پربرکت زیتون که نه شرقی است یعنی آفتاب به آن در آخر روز برسد و نه غربی است یعنی آفتاب به آن در اول روز میرسد بلکه در میانه زمین است. روغنش از شفافیش روشنی بخشد هرچند آتش به آن نرسیده باشد. نور بالای نور است. الله هر کس را که بخواهد با آن نور یعنی قرآن هدایت می نماید و برای مردم مثل ها می آورد و الله تعالی بر همه چیز داناست. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. آن نور فروزان است در مسجدهایی که الله رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا با نماز و تلاوت قرآن تسبیح و تهلیل یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیح گویند. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروش از یاد الله و نماز گزاریدن و زکات دادن بازشان ندارد از روز قیامت که دلها و دیدگان از ترس دیگرگون می شوند می ترسند. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب.
تا الله به نیکوتر از آنچه کرده‌اند جزایشان دهد و از بزرگی خود بر آن بیفزاید و الله هر کی را خواهد به حساب رزق دهد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. اعمال کافران چون سراب است در بیابان، شخصی تشنه آبش پندارد و چون به آن نزدیک شود هیچ آب نیابد و الله را نزد خود یابد، پس جزای او را به پرگی بدهد و الله زود حساب گیرنده است. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا که عمل کافران به مانند تاریکی های است در دریای چقور که می پوشد. این کافر را موج و بر بالای آن موج دیگر است و بر بالای آن موج ابر خیره است. تاریکی های بر بالای یکدیگر آن طور که اگر دست خود بیرون آرد آن را نتواند دید و هر کی را الله نور از قرآن و سنت نداد که به آن راه یابد پس او را هیچ نور نیست. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیا ندیده ای که هرچی در آسمان ها و زمین است و نیز مرغانی که بال کشاده در پروازند تسبیحگوی الله هستند؟ همه مخلوقات را الله تعالی دانانده است چگونه او را نماز و تسبیح گویند و الله به هر کاری که میکنند آگاه است. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. و خاص برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین و بازگشت همگان نزد اوست. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیا ندیده ای که الله ابرهای را به آهستگی می راند، آنگاه آنها را به هم می پیوندد، باز می سازدش رو به رو بالای هم، پس می بینی باران را که خارج می شود از میان آن ابر و فرود می آورد از جانب بالا از کوههای ابری که آن جای است ژاله را، پس هر کی را خواهد با آن آسیب می رساند و از هر کی می خواهد
بازش می دارد. رعد و برقی که در آن ابر بوده قریب است که ببرد نور چشمها را. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یکی از نشانه های قدرت الله تعالی این است که او شب و روز را می گرداند. بیگمان خیرتمندان را در این عبرت است. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. و الله هر جانوری را از آب بیافرید. بعضی از آنها بر شکم می روند یعنی مار و بعضی بر دو پا می روند یعنی انسان و بعضی بر 4 پا می روند یعنی 4 پایان. الله هر چی بخواهد می آفریند. هر آینه الله بر هر کار تواناست. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. به تحقیق در قرآن آیت‌های روشن و واضح نازل کرده ایم و الله هر کس را که بخواهد به راه راست یعنی اسلام هدایت می کند. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. و منافقان می گویند به الله و پیامبرش ایمان آورده ایم و اطاعت می کنیم، پس از آن گروه از آنان باز می گردند و حکم پیامبر را قبول نمی کنند و اینها ایمان نیاوردند. و اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. چون آنها را در خصومت‌هایشان به سوی الله و پیامبرش دعوت کنند تا میانشان حکم کند، بینی که گروه روی میگردانند. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. و اگر حق به طرف آنها باشد در حال می آیند پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم گردن نهاده. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم ورسوله بل اولئک هم الظالمون. آیا در دلهایشان بیماری است یعنی بیماری نفاق، یا در شک هستند از پیامبری بر حق بودن محمد صلی الله علیه و سلم، یا بیمی آن دارند که الله و پیامبرش بر آنها ستم کنند؟ نه، بلکه آنان خود ظالمانند. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. چون مؤمنانی حقیقی را در خصومت‌هایشان به سوی کتاب الله
و پیامبرش دعوت کنند تا میانشان حکم کند. این که میگویند شنیده ایم و اطاعت کردیم، اینها نجات یافتگانند و از اهل جنتند. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. و کسانی که فرمانبرداری الله و پیامبرش میکنند، در امر و نهی و از الله میترسند و حذر میکنند از عذاب الله، پس اینها کامیابند به نعمتهای جنت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. و منافقان به الله قسم خورند، قسمهای سخت، که اگر به آنها فرمان دهی ای پیامبر برآمدنی به جهاد را، البته همراه تو به جهاد روند، بگو قسم دروغ مخورید. طاعت شما معلوم است که فقط با زبان است. الله به کارهایی که میکنید هر آینه کاملا آگاه است. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بگو ای پیامبر به مردم، الله را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید. پس اگر روی گردانیدید، هر آینه بر پیامبر انجام آن چیز واجب است که بر دوش وی نهاده شده است، یعنی تبلیغ رسالت، و بر شما هم انجام چیز واجب است که بر دوش شما نهاده شده است، یعنی اطاعت صادقانه و عبادت مخلصانه. و اگر با او اطاعت کنید هدایت یابید. و بر پیامبر جز رسانیدن پیغام پروردگارش چیزی دیگر نیست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله با کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند وعده داد که البته در روی زمین خلیفه اشان سازد، چون مردمی را که پیش از آنها بودند خلیفه اشان ساخت و دینشان را که خود برایشان پسندیده است که اسلام است استوار سازد و وحشتشان را به ایمنی بدل کند. هر وقتی که مرا می پرستند و هیچ چیزی را با من شریک نمی کنند و آنها که بعد از این ناشکری ورزیدند، پس آنان فاسقانند، یعنی خارج از طاعت الله‌اند. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. و نماز بگذارید و زکات بدهید و به پیامبر اطاعت کنید شاید که بر شما رحم کرده شود. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هرگز مپندار که کافران می توانند در این سرزمین به جای بگریزند از عذاب الله. جایگاهشان جهنم است و چی بد
سرانجام است. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله علیم حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید باید غلامان شما و آن فرزندانی که هنوز به بلاغت نرسیدند در 3 وقت از شما برای وارد شدن به خانه رخصت طلبند. پیش از نماز صبح و هنگام ظهر که لباس از تن بیرون میکند و بعد از نماز خفتن. این 3 وقت خلوت شماست. در غیر این 3 وقت نیست وبال نه بر شما و نه بر آنهایی که نزد شما داخل می شوند. نپرسیده چون که بعضی شما بر بعض دیگر آمد و رفت کنندگانید. الله آیات را اینچنین برای شما بیان می کند و الله دانا و حکیم است. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و چون کودکان شما به سن بلاغت رسیدند در همه وقتها برای در آمدن به مکانی که پدر و مادر در آنجا استراحت می کنند باید مانند کسانی که ذکرشان گذشت یعنی مثل به بلاغت رسیدگان رخصت طلبند. الله تعالی آیات و احکام شریعت خود را اینچنین روشن و ساده برای شما بیان می کند و الله دانا و حکیم است در قانون گذاری برای بندگانش. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع علیم. زنان کلانسال که دیگر امید نکاح ندارند به سبب کلانسالی و به شهوتی گناه نیست بر اینها این که فرو نهند روی مال و روکشک خود را ولی ظاهر نکنند موضع آرایش خود را و اگر پرهیزکاری کنند یعنی به نگرفتن روی مال و روکشک از سر خود این برایشان بهتر است و الله تعالی شنوا و داناست. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم
أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بر نابینا خرج یعنی گناه نیست و بر لنگ گناه نیست و بر بیمار گناه نیست برای نرفتن به جهاد و بر شما گناه نیست اگر از خانه خود یا خانه پدرتان یا خانه مادرتان یا خانه برادرتان یا خانه خواهرتان یا خانه عمکتان یا خانه عمه‌تان یا خانه تقایتان یا خانه خالتان یا خانه که کلیدهای آن نزد شماست یعنی نگهبان و وکیل آن خانه شماید یا خانه دوستتان چیز بخورید و گناه مرتکب نشدهید اگر با هم بخورید یا جدا جدا و چون به خانه داخل شوید بر یکدیگر سلام کنید با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این تحیت است مبارک و پاکیزه از جانب الله تعالی. همچنین الله تعالی آیاتهای خود را برای شما بیان می کند باشد که عاقلانه بیندیشید. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. همانا مؤمنان کسانی هستند که به الله و پیامبرش ایمان آوردند و چون با پیامبر در کار یک جایه باشند تا از او رخصت نطلبیدند نباید بروند. آنان که از تو ای پیامبر رخصت می طلبند هر آینه کسانی هستند که به الله و پیامبرش ایمان آوردند. پس هنگامی که از تو برای بعضی از کارهایشان رخصت خواستند بر هر یک از آنان که خواهی رخصت بده و برایشان از الله آمرزش یعنی بخشش بخواه که همانا الله تعالی بخشاینده و مهربان است. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ای مؤمنان آنچنان که یکدیگر را ندا میکنید پیامبر را ندا نکنید یعنی ای محمد نگوید بلکه با احترام و عزت به این لفظ ای پیامبر الله یا رسول الله بگوید. البته الله میداند آنهایی را که پنهانی بیرون میشوند از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم باید که بیترسند آنهایی که خلاف حکم پیامبر کار میکنند از این که برسد به آنها به سبب خلافکاریشان بلا و مصیبت یا برسد به آنها عذاب دردناک. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما
كنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. آگاه باشد هر آینه از آن الله است. هر چی در آسمان ها و زمین است میداند که شما بر چی کارید و آن روز که به سوی او بازگردانیده شوند آنان را از کارهایی که کردند آگاه می سازد و جزا می دهد و الله به هر چیز داناست. تماشابینان عزیز، شما سوره النور را شنیدید. این سوره از 64 آیت عبارت است و در مدینه نازل شده است. ترجمه که شما شنیدید از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است.